Hey there sweeties, hope you're doing well. در خدمتتونم با قسمت سوم از گرامر زبان انگلیسی. گرامر امروز ما simple past tense و یا همان زمان گذشته ساده هستش. ما اساساً زمانی از این گرامر استفاده می‌کنیم که بخوایم بگیم کاری رو در گذشته انجام دادیم و به اتمام رسیده و این به این معنیه که دیگه رویارویی با اون قضیه نداریم. فرمول گرامرم فاعل به علاوه گذشته ساده فعل. همونطور که میبینید چیزی که نوشتم گذشته ساده فعل هستش که به این معنیه که شما بایستی فرم ساده و اصلی فعل رو به گذشته ساده تبدیل کنید. اما چطور؟ ما به طور اساسی دو نوع فعل داریم. شماره اول نمبر 1 با قاعده. اکثر فعل ها در زبان انگلیسی با قاعده هستند و الگوی خاصی رو پیروی می کنند. چه برای فرم simple past و چه past participle یا همان شکل سوم فعل. در نتیجه زمانی که فعل شما یک فعل با قاعده هست، تنها کاری که بایستی انجام بدید اضافه کردن ed به انتهای فعل هستش. فرمولمو دارم فاعل به علاوه فرم گذشته ساده فعلم. فاعل دارم I، فعل دارم walk. گذشتش کو ed. I walked. من راه رفتم. فاعل دارم I، فعل دارم jump. پریدن. گذشتش کو ed. I jumped. من پریدم. I looked. من دیدم. I listened. من شنیدم. ed و ed. البته ناگفته نمونه که ماجرا به این سادگی هم پیش نخواهد رفت. در حقیقت یه سری نکات کلیدی و شرایط‌هایی وجود داره که منجر به نتیجه متفاوت از چیزی که همین الان مشاهده کردیم میشه. نکته کلیدی اول، اگر فعل شما با ای خاتمه پیدا کرد، در این صورت به انتهای فعل دی اضافه میکنیم. فرمولم فاعل، فرم گذشته ساده. فاعل دارم I، فعل دارم like. گذشتش میکنم با دی. چرا؟ چون ای رو دارم. فاعل دارم I، فعل دارم bake. پختن. گذشتش میکنم دی اضافه میکنم. چرا؟ ای رو دارم. نکته کلیدی شماره دوم، اگر فعل شما با یک حرف با صدا و بلا فاصله بعد از اون با یک حرف بی صدا خاتمه پیدا کرد، در این صورت حرف بی صدا معمولاً 2 بار تکرار میشه و بعد ایدی رو به انتهای فعلمون اضافه میکنیم. حروف با صدا چیا بودن؟ حروف با صدا A, U, E, I و O. حروف بی صدا هم باقی حروف الفبا. فرمولم فاعل، فرم گذشته ساده فعلم. فاعلم I، فعلم drop، انداختن. خب P رو دارم حرف بی صدام، O رو دارم حرف با صدا. پس چی کار میکنم؟ یه پی دیگه می نویسم، ایدی رو اضافه می کنم. I stop. پی رو دارم حرف بی صدا. او رو دارم با صدا. چیکار می کنم؟ یه پی دیگه می نویسم، ایدی رو اضافه می کنم. I admit. تی رو دارم و باز هم بی صدا. قبلش چی دارم؟ I حرف با صدا. یه تی دیگه می نویسم، ایدی رو اضافه می کنم. I dropped. I stopped. I admitted.
نکته کلیدی شماره 3. اگر فعل شما با وای و بلافاصله با حرف بی صدا خاتمه پیدا کرد، کاری که میکنیم اینه وای رو به آی تبدیل میکنیم و بعد ایدی رو به انتهای فعل. فرمولم آی دارم فاعل، ترای دارم فعل، ترای به معنای سعی کردن، تست کردن. آخرش چی دارم؟ وای. قبلش چی دارم؟ حرف بی صدا آر. وای رو خط میزنم، آی رو مینویسم، ایدی رو اضافه میکنم. فاعل دارم آی، فعل دارم cry، گریه کردن. آخرش چی دارم؟ وای. قبلش چی دارم؟ حرف بی صدا. پس وای رو میکنم آی، ایدی رو جایگذاری میکنم. I tried. من سعی کردم. I cried. من گریه کردم. نکته کلیدی شماره 4. اگر فعل شما با حرف صدادار و وای خاتمه پیدا کرد، به اون ایدی اضافه میکنیم و فرمش رو تغییر نمیدیم. یعنی مثل قبلی وای رو نمی کنیم آی. همینطور ادامه میدیم. فرمولم فاعل، فعلم گذشته. فاعل دارم آی، فعل دارم obey. چیکار میکنم؟ فقط ایدی اضافه میکنم. وای دارم و حرف صدادار. وای دارم و حرف صدادار. در هر صورت ایدی رو اضافه میکنم و فرمش رو تغییر نمیدم. I obeyed. I played. خب میرسیم سراغ نوع دوم فعل. داشتم regular، الان دارم irregular یا همان بی‌قاعده. فعل های بی‌قاعده در زبان انگلیسی جزو اون دسته فعل هایی هستند که از قاعده و الگویی پیروی نمی کنند و اگر فعل شما یک بی‌قاعده است، برای تبدیل اون به گذشته چه سیمپل پست چه پست پارتیسیپل از چی استفاده می کنم؟ از هیچ. یعنی اینجا ما دیگه ایدی استفاده نمی کنیم بلکه شکل فعل رو به طور کلی تغییر میدیم، همونطور که قابل مشاهده است. فاعل دارم I، فعل دارم go. خب گذشته‌اش چی میشه؟ good؟ no. went. I went. من رفتم. I runned. no. I ran. من دویدم. I drinked. no. I drank. من نوشیدم. همونطور که میبینید نتیجه با اصل بسیار تفاوت داره و فرم ها تغییر پیدا کردن. به اینها میگم بی‌قاعده، عاری از الگو و قاعده. میریم سراغ حالت منفی. اگر که پارت قبلی رو دیده باشید بیشک doesn't و don't رو به خاطر دارید. برای منفی کردن یک جمله حال ساده doesn't یا همون don't رو بعد از فاعلمون به کار می بردیم. برای منفی کردن یک جمله گذشته ساده هم همینطوره ولی با کمی تفاوت. برای انجام این کار این بار گذشته doesn't و don't رو که همون didn't میشه رو بعد از فاعلمون قرار میدیم و فعل اصلیمون رو حالت ساده می نویسیم. یعنی به جای اینکه فعلمون رو گذشته کنیم اومدیم چیکار کردیم؟ doesn't و don't رو گذشته کردیم. حالت منفی. فرمول جدید. فاعل به علاوه did not به علاوه شکل ساده فعل. فاعلم I didn't رو جایگذاری میکنم بعد از فاعل و چیکار میکنم؟ میام حالت ساده فعلم رو مینویسم. نمیام بگم looked، اشتباه هست. میام چی رو گذشته میکنم؟
اینو کردم didn't. به جای که بگم I don't looked که غلطه میگم I didn't look. دارم I didn't go. چیکار کردم؟ don't رو کردم didn't. go رو حالت عادی حالت ساده نوشتم. I didn't go. من نرفتم. I didn't look. من نگاه نکردم. یا با یه ضمیر دیگه ای میایم تست میکنیم she. تفاوتی نداره که does بوده، در هر صورت جفتشون میشن did یا همون didn't حالت منفی. She didn't drink. ببینید اسم مالکیتی هم اسم سوم شخصی هم به این اختصاص داده نمیشه، چرا که فرم ساده رو می نویسیم. She didn't drink. او ننوشید. They didn't eat. آنها نخوردند. نیومدم eat رو بکنم ate، چرا که غلطه. به جاش اومدم کردمش didn't eat. They didn't eat. آنها نخوردند. میریم حالت سوالی. حالت سوالی گذشته ساده. همون کاری رو انجام بدید که برای گرامر حال ساده انجام دادید. یعنی جای فاعل رو با does do یا doesn't do عوض میکنیم. به جای فاعل اول جمله سوالیمون رو قرار میگیریم. اوکی؟ با این تفاوت که این بار به جای does do یا doesn't don't از چی استفاده میکنیم؟ از فرم گذشتهشون، از did didn't، چرا که جمله گذشته هستش. میریم سراغ فرمول جدیدمون. جمله‌ام رو با چی شروع میکنم؟ اینها did not مثبتش منفیش به علاوه فاعل به علاوه شکل ساده فعل همچنان پابرجا. خب شروع میکنم سوالم رو. didn't ضمیر دارم you، فعلم حالت ساده گذشته. حالت مثبتش رو می نویسم did you call گذشته ساده. did you call didn't you call آیا تماس نگرفتی؟ آیا تماس گرفتی؟ با ضمیر دیگه ای نگاه کنید همچنان didn't he call آیا او مذکر تماس نگرفت؟ حالت مثبت did he call آیا او مذکر تماس گرفت؟ چیکار کردم؟ فعلم رو فرم ساده آوردم، به جاش اینو گذاشته کردم. That's all. Have a nice one. Bye.